الله الرحمن الرحیم. خب در این جلسه رسیدیم به قسمت دوم از داستان اسما بنت یزید بن سکن، اون زن بلیغ و سخنور و خطیبی که از یاران رسول الله، از بانوان صدر اسلام در بین انصار بود. گفت اومد پیش رسول خدا صلی الله علیه و آله با چه فصاحتی سخن گفت و بحث ایمان را آورد که خداوند شما رو مبعوث کرده برای مردان و زنان و ما زنان هم بالاخره داریم این کارها رو میکنیم در زندگی، تربیت فرزندان، حفظ خانواده، اما یه سری امور بر مردان واجب هست که بر ما وجوب نداره و این وجوب فضایلی داره. ما نمیخوایم از این فضایل جهاد و اینها بی بهره بشیم و چون بر زنان واجب نبود که همه برن و خب اشاره که کرد پیامبر خدا صلی الله علیه و آله گفت اگه شما خانواده‌تون رو حفظ کردید، محبت و در خانواده توافق و همکاری داشتید، حسن همسرداری داشتید، اون چرا که به مردان میرسه به شما هم خواهد رسید. ایشون خوشحال برگشته بود و این خانم خطیب و سخنور لا اله الا الله میگفت و الله اکبر میگفت به خاطر بشارتی که پیامبر داده بود به این زنان و ایشون داشت به نمایندگی از پیامبر این خبر رو میبرد. خلاصه موارد زیادی هست که ایشون به عنوان یک بانوی حفظ خانواده و در بین زنان مسلمان خیلی تلاش میکرد که این مسئله رو داشته باشه. نقل شده که میگه پیامبر خدا صلی الله علیه و آله از کنار ما رد شد. خوب دقت بکنید در بحث این. ایشون اسما بنت سکن میگه از کنار ما رد شد و انا فی جوار اطراب لی، و من هم با تعدادی از زنای همسن سال خودم مثل خودم با هم بودیم. فسلم علینا، پیامبر به ما سلام کرد و قال و گفت نگاه کنید و ایاکن کفر المنعمین، مواظب باشید ناسپاسی اون کسانی که به شما بالاخره نعمت میدن، زندگیتون رو رونق میدن، کمکتون میکنن و زندگیتون رو پایدار کردن، خرج زندگیتون رو میدن، اینا نباشید. بعد میگم کنت من اجرهن علی مسئلته، مسئله این بحث اون اجر و اینهایی که بود به خاطر است. بعد من گفتم یا رسول الله ما کفران المنعمین، چجوری میشه که ما زنها دوچار این میشیم کفران، ناسپاسی همسران خودمون رو میکنیم؟ پیامبر گفت لعل، شاید اهداکن، یکی از شما تطول و ایمتها بین ابویها، زیاد خلق پیش پدر بالاخره پیش پدر مادرش بوده، گذرونده زمانی رو، بالاخره نعمت پدر مادر اینها بوده، بزرگ شده در خانواده. ثم یرزقها زوجا، یرزق الله زوجا. خب خدا بعد یکی از شما رو به همسری روزی کرده، طبیعیه که باز مردم به همین صورت، و یرزقها منه ولدا. خب خداوند از این همسر بهتون فرزندی هم روزی کرده. خب میدونید رابطه مادر و فرزندی باز خیلی قوی تر از نسبت رابطه پدر و فرزندی در حقیقت. اما شما با وجود این نعمت هایی که خدا بهتون داده در خانه پدر و مادر و حالا ازدواج و همسر و بالاخره شرایطی که دارید، فرزندی که دارید، فتخزروا، گاهی عصبانی ممکنه بشید، فتکفروا، و ناسپاسی کنید. چجوری ناسپاسی کنید؟ فتقول ما رأیت منک خیرا قط، رو به همسرت بکنید بگی من اصلا از تو خیری ندیدم، اصلا از تو خیری ندیدم. این همون کفران نعمتی هست که صورت میگیره. البته متاسفانه برای مردها هم میبینیم که این اتفاق افتاده. بسیاری از خانم‌های موارد برای ما نقل میکنن که گاهی تا یه اتفاقی میفته شوهران ما هرچه گیرشون میاد به ما میگن. ولی این خب سخنیه که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله نقل کرده و امام بخاری در ادب مفرد آورده، امام احمد اینها هم نقل کردن. خب اینا نشانه‌هایی از روش‌های تربیتی و آموزشی که پیامبر میخواد خانواده حفظ بشه و انسان‌ها در وقت عصبانیت بتونن خودشون رو کنترل کنن، نه که هر چی از دهانشون در اومد اون رو بگن. عمرو بن قتاده رضی الله عنه میگه قال اول من بایع النبی صلی الله علیه و سلم، اولین کسی که با پیامبر بیعت کرد ام سعد ابن معاذ کبشت ابن رافع بود که ما قبلا داستانشو گفتیم که ام سعد بود. بعد ام عامر بنت یزید ابن سکن بود. بعد دیگه کی بود؟ دومین فرد این ام عامر بنت یزید ابن سکن بود و بعد حوا بنت یزید ابن سکن. ام عامر که گفتیم همین در واقع اسما بنت سکن هست، یعنی ایشون جزو دومین افرادی است که از زنان انصاری با پیامبر صلی الله علیه و آله بیعت کردند. و خب این بحث سبقت در بیعت و اینی که این شامل حال ایشون شده خیلی مهمه و ایشون میگه انا اول من بایع رسول الله صلی الله علیه و آله، من اولین کسی هستم که با پیامبر بیعت کرده. و خب
بیعتی که اسما بنت سکن با یزید ابن سکن با پیامبر انجام داده، خب بیعتشون بر اسلام بوده، بیعت با اینکه رسول خدا صلی الله علیه و آله با زنانی که بیعت کردن و این بیعت بر اساس اخلاص و ایمان بوده. و من اشاره بکنم این بیعت که در مورد پیامبر و اسلام بود در عصر پیامبر به این سبک بود که فرد فرد میومدن اعلام میکردن بیعت میکردن. و بعد در مورد حکومت ها دیگه خانوادگی بود، مرد خانواده شامل بقیه میشد. بعد میگه بالاخره این بیعت بود و میگه این صداقت و اخلاص رو ما در اسما یزید بنت سکن میبینیم که چگونه هست و چگونه اینها از هر گونه تکبر و خودفروشی و خودنمایی و غرور اینها دور بودن. ابو نعیم اصفهانی نقل میکنه که در مورد این که گفت ایشون میگه ما پیش پیامبر رفتیم تا با پیامبر بیعت کنیم. فدنوت منه و علیه سواران من الذهب. من پیامبر نزدیک شدم، علنگوهای طلا داشتن. و میدونی خب بعضیا مثلا دارن مثلا صحبت میکنن علنگوهای طلاشون نشون میدن. خب اینم طبیعت زمان جاهلی بود، هنوز اسلام رو نفهمیده بودن. فبصر بصیصهما، پیامبر این سر و صدای اینها، رنگ و تلالو این نور طلاها رو دید. فقال الق السوارین یا اسما، اینها رو از خود دور کن. اما تخافین یصورک الله بأصابر من النار، نکنه خدا نکرده توسط اینها که داری به همه نشون بدی به زنهای دیگه دچار غرور تکبر بشی، فردا از آتش جهنم تو شامل حالت بشه. یا کنی یکی از مواردی که متاسفانه در جامعه ماها باش مواجه هستیم، فخر فروشی در جواهرالات و ظواهر و لباس و همه چی هست، اتومبیل و ماشین و فلان، و این رو به عنوان فخر فروشی. درست نعمتهای خدا باید ازش بهره برد، اما نه برای نمایش دادن و فخر فروشی و به قول یکی جز زدن به داغ دادن به دل سینه دیگران. بعد میگه پیامبر رو بشکر گفت میخواد اینجوری باشه، میگه اون رو در آورده که حالا نمیدونه اونها رو کی گرفت. و نکته‌ای که وجود داره، چرا که اینها میدونستن دیگه، این زنانی که وقتی اسلام رو میپذیرن، حقیقت اسلام خوشبختی در داشتن این جواهرالات و دارایی جمع کردن و فخر فروشی و ظواهری نیست که امروز خیلی‌ها بهش مبتلا شدن. و ایشون گفت چرا یا رسول من چرا میخوام، من برای از آتش جهنم میخوام دور بشم، از خودش دور کرد، من نمیخوام که خدای نکرده این گونه. چه نکنه آموزشه، دین داره آموزش میده. میدونید پیامبر خدا صلی الله علیه و آله داره آموزش میده، نه اینکه ما بگیم حرام هر کی علنگو داشته باشه، ولی این نگاهی است که پیامبر داره شاگردانش رو که از جاهلیت وارد اسلام میشن آموزش میده که اینها فخر فروشی نیست، اینها مایه خوشبختی نیست، اینها مایه سعادت نیست. مایه سعادت چیزی دیگری فراتر از اون چه هست که شما تصور میکنید. خب میخوایم ببینیم که موارد دیگه‌ای که از این اسما بنت سکن نقل شده، اسما بنت یزید ابن سکن، که ابن عبدالبر رحمه الله میگه ایشون از زنانی بود که دارای هم عقل و خرد بود، هم دارای دین بود و به خوبی میتونست هر چیزی رو در جای خودش، در موقعیت خودش تشخیص بده و بفهمه. یا کنید خیلی نکته مهمه، ظرافت ها و فهم در سوال و جواب کردن ها. نکته ای که وجود داره، میگه اسما رضی الله عنها اومد پیش پیامبر، اسما بنت یزید بن سکن، اشتباه نشه، اومد پیش پیامبر، این قهرمان امروز که داریم صحبت میکنیم، ابو عمار یا هر کس، اما میگه سألتو عن طریق تطهیر المرأة من الحیض، من از پیامبر سوال کردم که چگونه زنان از حیضی که زنانه‌ای که دارن خودشون رو پاک بکنن. خطیب بغدادی میگه که ام المؤمنین عایشه گفتش که ان اسما بنت یزید سألت النبی صلی الله علیه و آله عن الغسل من الحیض، در مورد غسل حیض سوال کرد. فقال، پیامبر گفت تأخذ صدرتها، صدرتها اون مقداری مثلا صدری مثل که مثل شوینده چیزی که ما استفاده می‌کنیم، اون موقع به عنوان شوینده استفاده می‌شد که هم تمیز می‌کرد لباس‌ها رو و هم معطر می‌کرد. و ماءها فتغسل رأسها، صدر رو آماده کن، آب آماده کن و خودت رو سرت رو بشور و تدلکو دلکن شدیدن، کاملا موهای سرت رو بمال، حتی بلغ الماء من شؤون رأسها، تا آب کاملا به پوست سرت برسه. ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها، و سپس بالاخره یک چیزی رو بگیر و خودتو با اون پاک بکن. و اون چیزهایی هست که مثلا برای شوینده استفاده میشه برای بدن و حتی اون محل آلودگی. بعد باز ایشون یا رسول چجوری من پاک بکنم؟ خوب دقت بکنید، خب بالاخره لباس آلوده میشد، مثل حالا که این امکانات امروز نبود، حتی امروز هم این امکانات هست، گاهی به لباس میبینید سرایت میکنه. گفت چگونه
چگونه یا رسول الله من این کار رو انجام بدم؟ پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم گفت سبحان الله تا تحری نه دیگه، اون رو پاکش بکن. عایشه میگه که اشاره کرد بهش، گفت آره این منظور اینه که این آثاری که از خون رو لباس باقی میمونه، این آثار رو تا میتونید از بین ببرید. ما وقتی که به این حدیث نگاه میکنیم، به این حالت این گفتگویی که وجود داره، ببینیم در بحث حقایق و فهم دین اینجا باید وضوح داشته باشه و آشکار باشه چه کسی که داره شریعت و دستور رو میده و اون کسی که سوال میکنه. این جدا از اونیه که برخی گفتیم دنبال فرصت ها و اینها میگردن. سر همینی که ام المؤمنین عایشه میگه نعم النساء نساء الانصار، بهترین زنان انصارن. چرا لم یکن یمنعهن الحیا، شرم و حیا مانع از این نمیشه که ان یسالن عن الدین یتفقهن فیه، که از دین سوال نکنن، در اون فقاهت پیدا نکنن. و اینجا میبینید که ام المؤمنین عایشه از زنان انصار داره به خوبی تعریف میکنه و اشاره میکنه به اون نکته‌ای که باید اهمیت داشته باشه در فهم دین و مسائل شرعی، انسان بهش توجه بکنه. خب تا همینجا با ما همراه باشید. ادامه داستان اسما بنت یزید ابن سکن رو انشالله در جلسه بعد دوباره با هم خواهیم خوند. خدا یار و نگهدارتون.